و درودی ما را بپذیرید. سال نو میلادی با همه شما مبارک دوستان عزیز. جشن سال نو از دیگر جشن‌ها با شاهکارنوال‌هایش فرق می‌نماید و شادی طفلان را دوچند می‌گرداند. ما تهیه‌گران برنامه تصمیم گرفتیم هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان استاد جمعخان سیراجов را به ولایت ختلان دعوت بنماییم و استاد نیز دعوت ما را رد نکرده تشریف آوردند. حالا باشد ما راویمان را انتظاریم که او تا حال نرسیده است. سلام و درودی ما را بپذیرید. سال نو میلادی با همه شما مبارک دوستان عزیز. جشن سال نو از دیگر جشن‌ها با شاهکارنوال‌هایش فرق می‌نماید و شادی طفلان را دوچند می‌گرداند. ما تهیه‌گران برنامه تصمیم گرفتیم هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان استاد جمعخان سیراجов را به ولایت ختلان دعوت بنماییم و استاد نیز دعوت ما را رد نکرده تشریف آوردند. حالا باشد ما راویمان را انتظاریم که او تا حال نرسیده است. فرزاد چند بار شد که من با تو زنگ زده ایستادم. من در طرف خونه بسیار تشکر میگویم که مرا همچون راوی با همراه خودتان با تهیه‌گرانی برنامه دعوت کردید و راستی تا آن دمی که به اینجا آمدم بسیار خواطر بودم که در این سوی بر وقت گپ میشده باشد. اگر اجازه باشد با بینندگان عزیز و ارجمند در یکجایی با ایشان وعده میدیم که یک برنامه خوبه منظور ایشان میگذاریم. خب مرحبت نرید. مرحبت برید. استاد بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم به ولایت ختلان. تشکر که دعوت ما را رد نکرده آمدید. تشکر بسیار و فکر میکنم که یک صحبت بسیار هم آزاد در عرفه انجام یابی سال 2018 یعنی سال نو و آمدن سال 2019 قرار داریم که آمدن استاد من فکر میکنم به سال 2019 که نوروزی میبخشد سعادت میدهد و خدا کند که همین گونه باشد. اگر دلفروز آماده باشند با همراه استاد ما برنامه خویش را آغاز خواهیم کرد. من میخوام که نخسته شده شما سوال بدهید به استاد. اول شما. نیست شما. اول شما. نیست شما. اول شما. نیست شما. شما خیلی. نیست شما. نباشد شما آغاز کنید استاد. نباشد من. پیش از همه من سلام و پیامی سال نوی خود را و مردم سربلند ولایت ختلان میرسانم و آرزو میکنم که در سال نو تمامی خوشی‌های مردم ولایت ختلان باشد. نه تنها ولایت ختلان بلکه تمامی مردم تاجیک و تاجیکستانی ها باشد. تشکر. طوری که با بایان و پدران نقل میکردن در سالهای شوروی چورابینی نبود، چورابینی سالنوی نبود که بدون اشتراک گروه حجری اوچه بیکا و زیکا گذرد. ولی ما امروز مشاهده میکنیم که در چورابینی ها کمتر اشتراک ایشان به نظر میرسد. سبب در چی باشد؟ شاید شما درست قید کردید، چون که وقتی که سالهای شوروی بود اون وقت حجام‌نگارا بسیار کم بودن. اون وقت این ما در نظر دارم سال 76 77 تا 80 عموما حجام‌نگارا که بسیار کم بودن خدا رحمتی استا و مستا و بعد اونا ما پیدا شدیم. برای همین در هر یک چورابینی های نه تنها سال نوی بلکه تمام چورابینی های فرهنگی که در جمهوری میشد ما را البته از ولایت ختلان اونجا شهر کلوب که ما در اونجا کار و فعالیت میکردیم در تئاتر ایوان مثل دلی ولیزاده ما رو دعوت میکردن و ما در همه چورابینی ها اشتراک میکردیم.
ростига вақтҳои охир барои он мо кам баромад карда истодаем ки мебинам ки сафи ҳаҷомнигоро бисёр шуд. баъд ҳаҷо камакак ҳамин масъулияти худро гум кард. яъне барои чӣ гуфтанӣ ҳастам, ҳаҷу асосан ин барои тавре ки мегӯянд хандондан нест. ҳаҷу асосан кораш тарбия аст, яъне ки ҷомеаро аз қафои худ бурдан аст. барои чӣ ман ин гапро мегӯям? чунки бинед соли 1984 мо як барнома доштем, як саҳна доштем дар бораи танзиму расму оинҳо. ҳамон вақт мо соли 1984 дар бораи танзиму расму оинҳо ҳамон вақт мо гуфта будем ки ин хел намешавад. тӯйҳои мо ин хел бояд бо дабдаба набошанд. тӯйҳои мо барои молу мулку барои гуфти чи латтаву паттаву барои шикамсеркунӣ набошанд. тӯйҳои мо бояд камхард бошанд. ҳамон вақт аллакай мо пешгӯӣ карда будем ва ҳамчун ҳунарманд мо рисолати худро аллакай гуфта будем ки бояд ин хел шавад. ва бинед бинед солҳои наздик махсус ҳукумат қарор баровард ки дар бораи танзиму расму оинҳо ё ки мо дар бораи масъулияти падару модар мо ҳамон солҳо гуфта будем. мо ҳамон солҳо вақте ки мо як саҳнаи имтиҳон доштем, дар ҳамон саҳнаи имтиҳон мо ҳамин чизҳоро мегуфтем ки падару модар бояд ба мактаб раванд, падару модар бояд аз аҳволи фарзанд бохабар бошанд, падару модар бояд донанд ки фарзандон дар куҷо мегарданд, шабгардӣ накунанд. яъне ҳамаи он чизҳоро мо аллакай ҳамон сол гуфта будем, соли 84 гуфта будем. ва ина имрӯз бинед ки дар ҷумҳурӣ қонун баромад дар бораи масъулияти падару модар дар назди фарзанд. вақте ки ҳунармандони нав баромаданду камакак ин шояд фикри шахсии ман аст, камакак як коста шуд фарҳанг, коста шуд ҳаҷвуҳо, яъне саҳнаҳои ҳаҷвӣ. саҳнаҳои ҳаҷвиро чӣ хел мекунанд? маро мебахшанд, баъзан ҳаҷомнигорое ҳастанд ки саҳнаи ҳаҷвиро барои хандондани мардум мекунанд, яъне ки мардум хандад. ҳаҷв дигар аст, масхарабозӣ дигар аст. ман баъзан ҳамин хаёл мекунам ки бисёриҳо ҳаҷвро барои масхара кардан, яъне ки масхарабозӣ дар цирк мешавад. дар цирк клоуно мебароянд, маро мебахшед, шимашона мекашанд, мардум гуфта механдад, бо боло мекунад. лекин охир рисолати ҳаҷв ин на танҳо хандондани мардум аст. аз як ҷиҳат мардум механдад, аз як ҷиҳат бояд ислоҳ шавад. асосан ҳаҷв тарбия аст. асосан ҳаҷв фоҷиа аст. дар як китоб ман хондам ки мегӯяд ки ту ба ҳоли кӣ механдӣ? ту ба ҳоли худат механдӣ. яъне имрӯз мардум ба ҳоли худаш механдад, тамошо мекунад. ҳозир чӣ хел шудагӣ? масалан дар бораи ягон кас саҳнаҳои ҳаҷвӣ мешаванд, ман мебинам ки дар бораи духтур ё ки дар бораи милиса ё ки коркунои бда умуман дар кадом соҳае набошад, вай тамошо карда худаш хандида истааст. вай намефаҳмад ки вая آیا تمسخر کرده گفته ایستادند، لیکن وای خودشون به حال خودشون میخندند. انا همین است. وقتی که حج نشان راست نیست، وقتی که حج تاثیر ندارد، وقتی که حج انسان ماینش یعنی کمک تکان نمیدهد، اون حج نیست. این مسخره بازی است. من هم میکنم خیال میکنم. برای همین یه وقتی از من پرسیدن که برای چی این سالها در تلویزیون کم برآمد میکنیم؟ من گفتم که برای اونی که تو حج و نگارای ما مسخره بازی رو از حج فرق نکنن، من دیگر در حج دست نمیزنم. شاید از همین جهت بود، برای همین من با دیگر کار گذاشتم، با کارهای راهبری کننده گذاشتم. ایستا همین خیلی از صحنه دور شدم و بعد که باز شاید سبب دیگرش همین بود که وقتی که بیمار شدم فشارم بلند میشون تیز
بعد دکترها با من گفتن که از صحنه کمک دور شو، چون که این بسیار به عصب وابستگی دارد کارهای شما و همین شده. شاید بعد من به کارهای دیگر گذاشتم، امروز باشد به کارهای پداگوژی گذاشتم و در یکی از کالج ها همچون رهبر کار میکنم و همین شاید سبب ها شد که من آهسته آهسته از تلویزیون دور شدم. شاید تو هنوز مخلصان شما، هواداران شما انتظارن که یک صحنه نو جدید براشون پیشنهاد کنید. ما وعده میدیم که همون صحنه مهمان رو که قبلا استاد بسیار ماهرانه بازی کرده بودند در ادامه برنامه یا شاید در آخر برنامه برای ما و شما خودشان. استاد شما به مهمونی تیز میروید؟ با مهمونی اگر دعوت کنم جای خوردنی باشد تیز میرم، لیکن اگر جای بردنی باشد کم میرم. اما شما میدونید که به برنامه ما اومده هیچ چیز نمیبره؟ نه علاقه من نیست کردم از چایتون از چایتون نیست کردم که اینجا فقط با فکر همین چای خوک نون خوک دیگر چیزی. لیکن من باور دارم که یک مهر گرم شما رو میبرم، با خود مهر شما رو میبرم. هرچند میگن که انا دست خالی نرو نیکی دلی پر رو. ما هم یعنی که دست خالی اومده باشیم نیکی دلی پر از ولایت خطران که ولایت همه ما هست. چون که منم در کلوب وقتی که کار فعالیت میکردم زندگی میکردم ولایت ما ولایت خطران بود. در کجایی که نباشم ما رو همچون هنرمند میشناسن. حالا اون که من از سال 90-91 از همون سال تو به این جانب من در تئاتر عموما کار نمیکنم، فعالیت نمیکنم، اینک چند سالی شده باشد، لیکن مردم ما رو همچون هنرمند میشناسن. برای این من افتخار میکنم. از خطلانی بودگیم افتخار میکنم، از هنرمند بودگیم افتخار میکنم، از توجیک بودنیم افتخار میکنم که من توجیکم. سلام. استاد شما که بیشتری صحنه‌های تلویزیونی دوره شوروی را پیش می‌بردید، خب بگید که برنامه‌های تلویزیونی سالینوی حاضره از دوره شوروی چی فرقیتی دارد؟ چی فرق میکنه؟ فرق بسیاری دارد. یک فرقش همین که وقتی که ما در دوره شوروی وقتی تلویزیون ما را دعوت میکرد در اون وقت برنامه ها مستقیم میرفتند. این خیلی نبود که ما یکی خطا کنیم و بعد ما را باز دارند و باز از نو گیرند و باز این خیلی نبود. حتی من یک جدا شاهد زنده بودم که در وقت سال نوی ریشی بابای برفی در چی روز شد در ارچه روز شد. همه قدر میاد نکرد ریشش شدن ریشش کنده شد شروع و نیکی برنامه را نموند و نیستود و رفت چون که مستقیم بود. اگر وای میکردن نمیشد. برای همین حتی ریش بابای برفی کنده شد و در همون چرا سیده کنده شد و برنامه رفت. و دیگرش همین که ما را وقتی دعوت میکردن ما علاکه یک ماه پیش علاکه تیاری میدیدیم. یک ماه پیش ما را سپارش میدادن که شما یعنی این سال نو در فلان جا باید برآمد کنیم و ما باید پیشکی برنامه میساختیم و این برنامه ما رو می اومدن در دوشنبه رژیسورها، محرران، سرمحرران میدید که موافق هست یا نه، بعد اجازت میدادن برای ثبت کردن. آقا مرا ببخشید تو ای طرف بیو من این طرف میام، تو این گپا بگو من این گپا میگم، تو اینجا شین سر کردیم. این خیلی کار در یگان جایی تاجیکستان در دوره شوروی نبود. ما پیشکی همه را تیار میکردیم. همه پلت میگفتن پلت یعنی که سر شد باید سر میشد دیگه همه یعنی که تیار بود. نقطه به نقطه ما همه چیزا میسنجیدیم. یگان صحنه نبود که به اجازتی سرمحرر ما همون ثبت کنیم. در نظر دارم صحنه حجبی. من شاهد بودم که ما را یک وقت دعوت کردن برای سال نوی. ما اومدیم از شهر کلوب به دوشنبه صحنه را پیشکش کردیم. صحنه معقول نشد و سرمحرر گفت که اکا نمیشه صحنه. ما رفتیم خانه جمعه قدوس، استاد جمعه قدوس
شب ما وای بیدار کردیم وای خواب بود ای خواب بیدار کردیم ما گفتیم استاد ما فقط سب داریم همین صحنه ما معقول نیست شما تو با روز خیلی میکنید برای ما صحنه سازید و بیچاره تو با روز خواب نکرد همراه ما شیشت یک جای صحنه آفریدیم صحنه خوبی آفریدیم که بعد ما رفتیم سرمحرید انا گفت این بهترین صحنه یعنی ما تو با روز همون شب خواب نکردیم یعنی من با این گپ هم گفتنی هستم که ما پیشتر ما تیاری میدیدیم تیار میشدیم بعد سر میکردیم نوارگیری را انا همین فرقش انا همین بود یا اینکه فرق دیگرش چی بود صحنه‌های حجوی ما اگر مبادا ما کسی رو زیر تنقید قرار میدادیم و یا از کار میرفت یا که وای تنبیه میگرفت یعنی که تاثیر داشت ما در کجایی که میرفتیم در همون کارخانه در آمدنی میشدیم همه به نظر شبهه به ما نگاه میکردن که حاضر یگان چی میکنه گفته یگان وای میگیره گفته همیشه وای بود حاضر چی حاضر تماما من گفتم که پیشکی که درباره همون چی گفته است وای خودش گفته خنده است وای خنده کرده ایستاده است وای نمیدوند که وای تنقید کرده است از تاسیس گروه حجوی اوچه بیکا و زیکا کمی میگوییم مختصرا و بعدا بازی دوم میدیم صحبت را یعنی تاسیس یعنی که صحنه های بیوای غیبتچی ما در کجا میریم بیوای غیبتچی میگن میگه اومدن بیوای غیبتچی اومدن حتی من یک وقتی تا خاطر نمیرود در ناحیه وقت بودیم بعد ما در اومدیم نزد معاون رئیس و یک معلم بسیار معلم ناز بودن معاون رئیس حکومت بودن بعد ما اومدیم آیا خدشتیم ما گفتیم که معلم جون ما میخوایم که در ناحیه شما در بین مکتب ها نمایش خود رو نمایش اوچه بیکا زیکا وای کنیم بعد اومدیم که همین دیدک بیوا با اومدین معلم بعد ما گفتیم که بعد گفت که این کار از من تلفن میکنم مدیر شعبه معرفه یک بچه که جوان بود بسیار بچه ناز بود گفت من تلفن میکنم شما نزد وای روید همه کارا رو وای حل میکنن بعد تلفن کردن انا معلم گفتن که نامشون نمی چی گرفتن نام همون مدیر معرفه گفتن حاضر دوشنبه یک دو بیوه پیشت میاد قبولشون کن اگر ما رفتیم معلم دوخی زده است دیده درهم زده است چیزا بعد گفت که معلم خیلی خشروان بزیبند بعد این معلم گفت که همه قدر خشروان یوشن و پیر بگو یوشکن گفت همه خشروان یوشکن گفت میم دوخی زده دیده درهم زده ما را وای کرده است بعد ما رفتیم تق کردیم درگی بعد گفت که کین ما گفتیم استاد انا التماس ما شما در کار داریم اکا گفت کمتر بسین گفت در قبول گفت بسین گفت دو تا بیوه دوشنبه اومده همه را قبول کنم ما شما را قبول ما گفتیم همون بیوه مویم بعد خندید گفت که ای مخلوق گفت مرا معلم اخمق کرد مرا گفت که بیوه خشروان بیوه یوشن این ما خیالم که نسم دیدی هم بیوه گفتم هم بیوه مویم گفته بشن یعنی که تاسیس برنامه اوچه بیکا زیکا این سال 1984 بود یا 83 خطا نکنم سرریژیسور تئاتر به ما سپارش دادن که این عرفه سال نو بود هر کس برای مادرها یگان برنامه تیار کند یگان صحنه باشد یگان مونولوگ باشد اون یک چیزی باشد که برای ایدی مادرها باشد بعد همون وقت در گازته یک مقاله یک برآمده بود حکایه از استاد جمعه قدوس نام داشت صحبت پیرهای دهه من همون خوندم کم بود این قرق بود خوندم بسیار به من معقول شد همون چی معقول شد بعد من همین را گرفتم وقتی
обед بود ما خونه طالبجان بابای هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان اونی که حتما شریک صحنه است خونه وی رفتیم شیشتیم بعد من گفتم که طالبجان من همین یک مقاله رو خوندم یا حکایه صبح من معقول شد برای همین زنک‌ها همین را چیکار کنیم بعد من خوند بعد زنش فریاد کرد زنش جیغ زد گفت که زنک همین زنک‌ها توی میروند اما توی در چیکار ویوم میشود پرابلم می شود چیکار کارو می شود گفتم جا بعد زنی هم خیلی هم تو گفت این خیلی می شود لباساشون علیش میکنن لباس اینش در اینش میمونن قند ایش میگن در قند این میمونن پچنی را میگن در این میمونن این هم خیلی چیزا که یعنی که عادی زنها این خیلی می شود خیلی می شود من چون جنجال می شود بعد میرم ما ایستا دوام همودا وای کردیم نمیستیم اون وقت اوچای بیکا و زیکا نبود اون وقت اوچای بیکا و اوچای همیجون بود صحبت اوچای همیجون و اوچای بیکا بعد ما را زیکا و بیکا کردیم هم رادیو شما گفته بعد ما موندیم زیکا و بیکا بعد همین رفتیم و همون روزی ایدی زنها در تئاتر نمایش دادیم اون وقت کاتب ایدئولوژی کمیته مرکزی با بسیاری قوا بودن همون وقت در همون مجلس اشتراک داشتن مجلس زنهای کلاب ده اون وقت ولایت کلاب بود اشتراک داشتن بعد تماشای همین برنامه ما اینقدر با بسیاری قوا همین چیز معقول شد که گویی شد حاضر ماشین ده سوار میشن همراه من دوشنبه میریم اینا شما برده در پیش زنهای دوشنبه نشون دید ما را همه که گرفتن وردن دوشنبه پگاش ایدی زنهای دوشنبه بود در کاخ باربد قدر آدم جمع شدگی زنها جمع شدگی همین صحنه را نشون دادیم همین صحنه اینجا با درجه معقول شد زنها در که همه را گفته قبول کردن و همین خیلی ما را مسکو دعوت کردن شما صحنه اوچای بیکا ذکر میرین در مسکو نمایش میدین از دوشنبه از دوشنبه از کلوب بعد دوشنبه از دوشنبه مسکو تا مسکو رفته میشه اونجا هم همین خیلی انا یک صحنه بودم همین صحنه اوچای بیکا ذکر اون وقت اولین هنرمندایی که در ساحه حج در تئاتر استرادا شهر مسکو برآمد کردگی اینو ما بودیم این سال 84 بود این اون وقت بود فستیوالی عمومی جهانی ارتیستان استرادا در نمود ژانری سیاسی و پوبلیسیستی از تمام دنیا حجم نگارا بودن از اون جمله از تاجیکستان ما بودیم ما در اونجا برآمد کردیم ما را گفتن که به زبان تاجیکی برآمد کنید به زبان خودتان برآمد کنید ما به زبان گفتیم ما را کی میفهمد به زبان اینجا همه رسولش دیگر گفتن نیچو به زبان خودتان برآمد کنید فهمه میشود های به زبان خودتان برآمد کردیم این قدر اونجا با قبول کردن صحنه اوچای بیکا ذکر کردید در یگون جای دیگه این خیلی ما را قبول نکردن خیلی که در مسکو ما را قبول کردن و همین خیلی ما شدیم لوریات فستیوالی حجب سیاسی و پوبلیسیستی در شهر مسکو این بود سال 84 با بعد دو سال با سال 86 باز ما رو دعوت کردن با فستیوال دومی حجب سیاسی شد با ما رو دعوت کردن ما باز اینجا با رفتیم دیدیم برام رفتیم با در همونجا برآمد کردیم در تئاتر استرادا اون وقت با اتلیه مخصوص گردانده شده برآمد کردیم که باز شدیم لوریات همین فستیوال یعنی دو کرات لوریات فستیوالی عمومی جهانی ارتیستان استرادا در نمود ژانری حجب سیاسی و پوبلیسیستی در شهر مسکو اینه که شما رو از همه خوبتر در مسکو قبول کردن ما رو از همه خوبتر در مسکو قبول کردن با اون خاطر که وقتی که ما همه قدر و نداشتیم که امید نداشتیم که ما را مردم مسکو همه خیلی قبول میکنن وقتی که ما از دو طرف برآمدیم ما لباسای اوچای بیکا ذکر کردی لباسای همون وای کردی گلبست کردی رمال گلبست چی گلبست در تاج سرمون همون وای طبقامون از دو طرف صحنه برآمدیم مردم همه خیز
مردم مسکو اگر اونجا 5000 آدم بود نمیدونم تئاتر استرادا داد تمام مردم خیز قرصک همه قرصک میزنن یگون جدا ما را خیلی قرصک چی بسیار ما خودمون رو گم کردیم این نمیدونیم ما اومدیم شیشتیم در جایی که باید بشینیم سر کنیم و یا قرصک داشتن قرصک بو خستیم بو میشینیم بو میخوریم همه خیلی شدیم خودو چخل کنیم هرچی بعد بحث کردن قرصک بعد ما سر کردیم یک جا هیچ از خاطرم نمی رود گپ زدیم بعد یکی وای گم کرد اون بیوا گم کرد گپا بعد گفتم چه بکنم جون اخی بعد زبان توجیه کردم تو چه بکنم جون اخی جا چه خیلی نبود کو بعد خیلی تنبک یا یک جا توجیه کرده میدونه تنبک که یا که خنده شده با قرصک اونجا توجیه خوب دستن و یا قرصک زدن بو مردم خیست بو هم قرص هیچ ای خاطرم نمیره بعد نمایش دیگه اومدن قطعی ما صورتگیری را بینی افسوس میخورم که همون وقت نه کامیرا بود نه یک اقلا هم تلفن ها میشنن که ما خودمون را ثبت میکردیم که چخیل ما را قبول کردن در اونجا بعد به مردم امروز تماشا بینی توجیه میگفتیم که ببینید ما را در شهر مسکو چخیل قبول کردن بعد مردم وای شاید باور میکرد این خیلی گویم شاید برای مردم خنده‌آور باشد یا که رنگ افسانه باشد لیکن انا همونجا هم ما را بسیار خوب قبول کردن و یک مرتبه دیگر ما را در محبس زنانه برآمد کردیم این در چی بود سوخت ما را دعوت کردن انا عرفه جشنگیری سال نو بود باور کنید این قدر ما را مردمی همون زنهای محبس به درجه قبول کردن که من هیچ فراموش نمیکنم قریب همین خیال کردم که دلم میکفد همون قدر باید و یا گریه میکنن خنده میکنن بو گریه میکنن بو خنده میکنن همین خیلی باید شد من گفتم ای خدا من تیزتر تمام کنم اینجا بروم همون قدر باید یک صحنه ای که مثل نیم ساعت میرفت قریب یک ساعت زیاد رفت برای که پاوز وای میشید پاوز میشید نمیموندن میخندیدن قرصک میزدن نمیموندن که ما رو وای کنیم یک وقت دیگر در همین ولایت ختلون اینجا یک تکسل کامبینات بود همونجا گلاندوم یک بسیار یک دختره که گفتش چقون همونجا بفکرم اون وقت وای بود انجینیر بود همون ما را دعوت کرد اینجا زنها بسیار کار میکردن یک صحنه اوچه بیکازی کرده ما 3 مرتبه نشون دادیم در همین جا در یک برنامه زنهای بسیار جمع شده بودن ما برآمد کردیم خیلی صحنه دیگره بعد صحنه اوچه ذکر بکره برآمد کردیم خیلی مردم من ناز قبول کرد گفتم جنبست بکریم که یکی گفتن که این یک روز زنکوی دیگه نبا اومده گیان یا ندیدن بو برای این زنکو بو زای سر بو پوشیدیم بو چای بیکازی کرلی بو برآمد کردیم دیم بار بو خیر خوش کردیم که بعد این زنی رئیس ناومد حتی چطور بو چای بیکازی کرد یعنی که در یک نمایش ما 3 مرتبه همین اوچای بیکازی کرد برآمد کردیم این خیلی حادثه هم نشد در ما یعنی که گفتنیم که تو با حاضر مردم حاضر هم مشتاق همین صحنه ها هستند برای چون که این صحنه بود که از خود خوله ها از خود مادرها گرفته شده بود و همین صحنه های خودشان با خودشان درشان میدونیم برای اوایو این قدر وای بود حتی وقتی که ما در خوجند برآمد میکردیم اوچای بیکازی کرده کمک ما گفتیم که شیوه کلوبی قدی نکنیم کم در ادبی کنیم که برای وایو فهمو شود هم قرصک نه کلوبی گپ زنید گفتن ما رو وای میکردن زنها هم قرصک میزن نه ادبی گپ میزنید کلوبی گپ شیرینیش در مو شیرین در یعنی که مو بود به زبان همون مادرای کلوبی صحنه‌های اوچای بیکازی ذکر وای میکردیم بسیاری چند وقت یاد گرفتن که این لهجه این خیلی بعد ما گفتیم که برادرو آخر شیرینی صحنه‌های اوچای بیکازی هم در همون لهجه اگر ما لهجه را پرتوییم
با زبان ادبی گپ زنیم. این مانند اون می شود که توجیک اوروسی که نو توجیکی یاد گرفته که همه خیلی می شود. برای همین شیرینیش همون است. شیرینی لحظه همون اوچه بیکزی که زنهای کوهستانی که امروز در همه جا او میخونیم. من یک چیز نقل میکنم. در یک جزیره 40 تا مرد 40 تا زن میقپد کشتی که میافتد میقپن به جزیره ده. بعد 40 روز نگاه بین میکنن و بعد میگن که آخران همه را قطار میکنن. بعد میگن که مردو را که زنو همی را یک تا کشین. آخران سخن تا گپ زن آخران سخن گپ میزنن کلش میگیرن. بعد همون کماندیر آخران یک سخن میگه که همون را نمیکشن. میفهمین چی گفت؟ وای زنها همیشه چون خشرو میگفتن. این میگو که ما تخشرویم، این میگن من ما تخشرویم. یعنی که بعد وای کماندیر چی گفته؟ گفته که آیا همه بیزه بید مرا بکشن. یکون کس جرأت نکرده که خچه بیزه گفته. همه خیلی آدم زنده بوده. سال 2018 بسیار برای من سال خوب بود. و من همه سالهای برای من خوبن. همه خیلی خیال میکنم که همه سالها برای من خوبن، چون که دوره جوانی من شخصا من فکر میکنم که در دوره بهترین گذشت. این سال مثال اکنون دوره دانشجویی من از سال 68 آغاز یافت تا 72. با 72 با دانشجو بودم تا 76. با 76 با دانشجو بودم. یعنی که 3 تا چی خوندم، 3 معلومات. و همه همین دورهایی که من دانشجو بودم بهترین دوره بودن. تمنیات استاد را بیاید دلافروز میشنویم و نقشه های استاد را در سال 2019 که چگونه باشد میشنویم. من بسیار خوش هستم. راست گپ در چند برنامه های شبکه های دوشنبه دعوت شده بودم، لیکن اینجا زوری کرد، نمیدونم به کدام خاطر که من به اینجا آورد. و من بسیار تمنیات سال نوی به مردم نه تنها ختلان بلکه به تمام مردم تاجیکستان دارم که همیشه در سال نو خوش باشند. خوشی های تمام دنیا در تاجیکستان باشد. بینندگان عزیز و ارجمند، بار دیگر به شما یادداشت میکنیم که در صحبت برنامه ما استاد جمعخان سیراجوف از شهر دوشنبه قدم رنجه کردند به شهر باختر به ولایت ختلان که من قدمشان را بار دیگر خیر مقدم میگم و سال نوی 2019 را برای شما با سعادت و پرفیض و پرنصرت تمنا میکنیم و امیدواریم که در سال 2019 اون آرزو و آمالی که در سال 2018 شما داشتید عملی کردن و خدا کند که فضای تاجیکستان همیشه تنج آسوده و خورسندی و نشاط و سرور مردم تاجیک همیشه تنین انداز باشد. بار دیگر سالانه میلادی را به شما مبارکباد میگویم. خیر. با کانال زیور شغوزیف ابونه شوید و برنامه های تلویزیونی را با اشتراک سرنده های معروف و دیگر ویدیوهای جدید ببینید.